بینندگان عزیز، از ما و شما هزاران درود. به خاطر دوستانی که با گویش کردی آشنایی ندارند، این گفته به اختصار لازم آمد که بگوییم در این برنامه شرح زندگی یکی از شاعرای مشهور و به نام کرد تقدیم خواهد شد، به نام سید عبدالرحیم مولوی، که در عرفان یعنی اعلی مدارج انسانی دستی بالا داشته و در این بیکران دریا غواصی بیمانند. اشعارش بیشتر با گویش اورامید و عقیده‌ای هم در کلام به زبان عربی سروده است که در نوع خود بی‌نظیر است. مهمی عزیز بسیارانی بتاسه شعر و هنر و شاعری سلام اکتن پشکشکین جوانتر لهرچی جوانی چه به مولوی نناسه. سرقافلچی کاروان من سید عبدالرحیم مولوی تاوگوزیه که شعرکانی کاموبونی که خواناتی و عرفانیان هیه. مولوی سوتراوی تنوری تاودراوی عرفان و صوفیگری بود و لره عرفانه طریقتی نقشبندی برکردوه. مولوی ام شاعر پای برزه تمنی که دریجی لره کسوی علم داوت سر دل شاری ایران و عراق و فقیتی گراو بسر مسائلی آینیه و تواوی زال بوه و لتشبیهات و رازان نوی شعره دستی که بالای بوه. جاری کن مولوی ری لشاری سناکه بی و لبر درگاه مالا ایانی که تی پره که مالا بسر روخانه که وبوه. کابانی او مالا خانمه که بنوی زیبا خانم که اویش بو خوی شاعر بوه. بانگ لا مولوی اکاو ام شعری بو علی هرکات الزانا چم دا و هم دا بالا خانه چم دا و روی چم دا. مولوی دست بجی پنجوره ولامی اداتوا خاصت فرماوان ارباب خیخم ساکن نگوشه بالا خانه چم. مولوی پیش لوی انبر خاتونی جنی خوازه ری لمالی باوکی انبر خاتونه کبه و نیازی لم سفر او بوه که بزانید انبر خاتون دلی اگری یا نه. انبر خاتون قاودوی کی بودینه و پی علی فرمو خالو جاویش ام دو شعره لورانی ام قصا علی خالو خالو تن کم واچه خالو خالو دم و بان خالان اسمالو شرط و من جدا خالو خالوی تو ویم کرو و کر چوارده ساله مرو.
خالو دم وبان خلانت مالو الشرط ومن جدان خالو خالتو الشرط ومن جدان خالتو يمكروا فرصة دسالنو خيال الشوق لنا الروح خيال الشوق لنا الروح خامد خم كردن كسم سلسلي عليكم دردكون ونوم دردكون ونوم دردكون ونوم يكسر جنبي ترتاطم زدرج خاويا ترتاطم زدرج خاويا نجيب بحر الصداع أردل يوسود الضاع أنا سمت الباب أنا سمت الباب خزن خزور في برق الشوق في برق الشوق ساي آي 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 حياة كثير في برق الشوق ساي مريض
Oh